سلام به همه شما دوستان، به ویدیوی امروز خیلی خوش اومدین. دوستان امروز 15 روزه که از شما و یوتیوب دور بودم، اونم به خاطر اینترنت و مشکلات مربوطه که ازش خبر دارید. اما چیزی که مهمه اینه که از ته دلم آرزو میکنم که نه خودتون نه کسی از دوستان و آشنایانتون هیچ آسیبی از جنگ ندیده باشین. از اونجا که چند روزی میشه که از اکران عمومی پارت دوم فیلم روزشمار مرگ مأموریت غیرممکن 8 میگذره، امروز میریم سراغ یه موشکافی از پارت اول همین فیلم، یعنی مأموریت غیرممکن 7 که یه بررسی از تمام نمادها و اطلاعاتی که برای دیدن پارت دوم نیاز داریم، به علاوه یه پیشبینی احتمالی از انتخاب مأمور بعدی که ممکنه جای ایتان هانت رو بگیره داشته باشیم. ویدیوهای بعدیمون هم پشتبند همین ویدیو از پارت دوم همین فیلمه که خودم همین دیروز دیدمش و کلی هم باش حال کردم. خب دیگه بریم سراغ کارمون. گریس زود باش بزن کنار. گریس نگهدار، ببین من میخوام کمکت کنم. گریس تو اولین سکانس ما وارد یه زیردریایی روسی میشیم به اسم سواستاپول که به کمک یه هوش مصنوعی به نام ماهیت با یه شبیه سازی از حمله یه زیردریایی دیگه که اصلا وجود خارجی هم نداره یه دلیل برای حمله به خودش طراحی میکنه که یه جور آزمایش نسبت به قدرت نفوذش به سامانه‌های نظامی حساس رو انجام بده. و برای اینکه بفهمیم تمام این پروسه، یعنی از لحظه دیدن زیردریایی دوم تا لحظه برخورد اژدر به زیردریایی اصلی کار خود هوش مصنوعی بوده، همین کافیه که ببینیم خدمه سواستاپول حتی نمیتونن باور کنن چجوری انقدر سریع فاصلهشون مثلا با دشمن داره کمتر میشه. چون یکی از کارهای اصلی این هوش مصنوعی دستکاری اطلاعات امنیتیه که بتونه با گول زدن نیروهای انسانی به هدف خودش برسه. و اگر دقت کنید روی مانیتور رادار زیردریایی اول یه لحظه فاصله 15000 متری رو نشون میده، اما یکی از خدمه میگه که با عقل جور در نمیاد و ما باید نزدیکتر از اینا باشیم. بعد یهو فاصله 10000 متر رو نشون میده. حالا جلوتر درباره خود هوش مصنوعی توضیح میدم بهتون. توی یکی از شات‌های کوتاه داخل زیردریایی یه بازی شطرنج نیمه‌کاره می‌بینیم که مشخصاً مال فرمانده زیردریاییه، چون بلندگوش از روی همون میز برمی‌داره. بعد اگر دقت کنید می‌بینید که هر طرف 5 تا حرکت هم زده و نوبت حرکت هم میشه با سفید، که یعنی فرمانده داشته با خودش بازی می‌کرده، چون سمت مهرهای سیاه جای نشستن حریف نیست، یعنی بازی پشتش به دیواره. حالا نمادگراییش چی میشه؟ تو بازی شطرنج فیل به صورت مستقیم و روی خطوط صاف و البته ضربدری حرکت میکنه که نماد تصمیمات فرمانده زیردریاییه که دستورات خطی و حمله مستقیم و قاطع رو میده و نقشه ها رو با عجله و سریع پیش میبره. از اونورم اسب تنها مهره شطرنجه که میتونه از روی مهره‌های دیگه بپره، یعنی قواعد بازی رو مثلا بشکنه، که اونم نماد هوش مصنوعیه که توی این فیلم مثلا غیر قابل پیش بینیه. حالا همین یه شات خیلی کوتاه یه نمادی از وضعیت تعلیق و آماده باش فرمانده زیردریاییه که انگار مثلا داره با هوش مصنوعی بازی میکنه، که البته حرکتش هم میزنه و بازی رو هم میبازه. میخوره به مخزن. آژیر حساباتو به صدا در بیارین. اما بریم سراغ بخش اصلی ویدیو. یکی از اصلی ترین شخصیت های این فیلم که بیشترین تاثیر رو توی سرنوشت ایتن هانت داره، یوژین کتریجه که توی اولین فیلمش یعنی مأموریت غیرممکن 1 سال 1996 به عنوان رئیس سازمان IMF معرفی شد، ولی توی این فیلم یعنی پارت اول روزشمار مرگ سال 2023 به عنوان رئیس سازمان CIA معرفی شد که یعنی ارتقای درجه گرفته. تو اولین سکانس بعد از تیتراژ کتریج با یه جور سیاست کثیف با فرستادن یه سری عکس و مدارک و صدای ضبط شدهش با یادآوری خاطره تلخ و ایجاد حس انتقام تو ذهن ایتان مأموریت هانت رو یه جورایی براش شخصی میکنه که نتونه جواب رد بده، یعنی به خاطر انتقام هر جوری باشه مأموریت رو قبول کنه.
حالا برای اینکه تضادهای شخصیتی هانت رو بیشتر از قبل به ما نشون بدن و احساسات مخاطب و بیننده فیلم رو بیشتر درگیر کنن، اومدن یه بخش احساسی رو در قالب یه فلاشبک از گذشته هانت به موضوع اصلی فیلم اضافه کردن. جریانش هم به یکی از شخصیت‌های اصلی که تو همین قسمت می‌بینیم ربط داره، یعنی گابریل. ایتان هانت قبل از ورود به IMF یه دختری رو دوست داشته و گابریل زده اونو کشته و فرار کرده. بعد هانت رو به عنوان قاتل گرفتن بردن زندانیش کنن، اما به خاطر ویژگی‌هایی که به عنوان یه مأمور خوب داشته، به جای زندانی کردنش ازش خواستن توی IMF به عنوان مأمور مخفی براشون کار کنه که اینم شده دلیل ورود ایتان هانت به مسیر پرخطر مأموریت‌های غیر ممکنش و دلیل حضور گابریل توی این فیلم که حالا جلوتر حضورش توی فیلم بیشترم میشه. جلوتر هم میبینیم که زمانی که هانت داره آماده میشه برای بخش آخر مأموریتش توی قطار، لوتر که از اولین فیلمش کنارش بوده بهش میگه که مراقب باش گابریل رو نکشی، چون اگر اون بمیره کل مأموریت از بین میره. که همه اینا برای نشون دادن تضادهای درونی ایتان هانت و اهمیت مأموریتشه. چون اگر دقت کرده باشید بین تمام 7 فیلم این فرانچایز فقط همین یه دونه فیلمشه که 2 پارت داره و بقیه مأموریتاش توی یه فیلم تک پارت تموم میشه. حالا برای اینکه بفهمیم مأموریت اصلی هانت توی فیلم چیه، باید اول بدونیم که اون هوش مصنوعی که اول فیلم دیدیم دقیقاً چیه، چرا اصلا ساخته شده و چه کسایی هم اونو ساختن. اول اینکه این هوش مصنوعی برگرفته از پروژه به اسم ربیتس فود، یعنی پای خرگوش، که اولین بار تو مأموریت غیر ممکن 3 سال 2006 معرفی شد. در واقع تو فیلم مأموریت غیر ممکن 3 دولت آمریکا برای هک کردن و نفوذ به سیستم نظامی دشمن به عنوان یه ابزار سایبری قدرتمند پای خرگوش رو طراحی میکنه. بعد از اون شخصیتی به نام اوون داویان با تهدید جولیا معشوقه هانت اونو تحت فشار میذاره که پای خرگوش رو بهش تحویل بده. حالا برای اینکه اون فیلمم زیاد اسپویل نکنم خیلی خلاصه بگم که هانت هم همین کارو میکنه، اما در ادامه اون از داویان پس میگیره و تحویل مقامات آمریکا میده. بعد از اون دیگه خبر آنچنانی از پای خرگوش نمیشه تا سال 2023، یعنی روز شمار مرگ پارت اول، یعنی همین فیلم. اینجاست که پای دلنینگر هم به فیلم باز میشه، رئیس بخش امنیت اطلاعات ملی آمریکا که مسئول توسعه پای خرگوش و تغییر اسمش به انتیتیه. از اون طرف هم روسیه برای زیردریایی خودش یه هوش مصنوعی کاملا آفلاین میسازه که قابل ردگیری و هک هم نباشه، اما انتیتی به راحتی این سیستم رو هک میکنه و وارد زیردریایی روسیه سواستاپول میشه. بعد از اون انتیتی به مرور زمان و بر اثر تعامل با داده‌های اطلاعاتی و شبکه‌های نظامی میتونه خودش رو بازنویسی کنه و از یه ابزار مطیع به یه ماهیت جدید تبدیل بشه و اینجاست که اسمش هم به ماهیت تغییر میکنه و بقیه ماجرام که جلوتر گفتم دیگه، خودش رو هک میکنه و زیردریایی روسی رو غرق میکنه. حالا این هوش مصنوعی ماهیت یه جور کلید داره که تا با هم جفت نشن کار نمیکنن. یعنی برای اینکه بتونن به منبع اطلاعاتی ماهیت برسن باید هر 2 تا کلید رو با هم جفت کنن. اول این فیلم هم میبینیم که یکی از این کلیدها دست فرمانده زیردریایی، یکی دیگه‌اش دست معاونش. مأموریت هانت هم به دست آوردن هر 2 تا کلیده که البته بعد از غرق شدن زیردریایی هر کدومش یه جور گم و گور شده. البته نمیخوام همه چیزو اسپویل کنم، برای همین زیاد در موردش توضیح نمیدم. خودتون فیلمو ببینید. فقط این که ماهیت اومد این کارو با زیردریایی سواستاپول کرد که بتونه از دست انسان‌ها مخفی بشه، اما اینجا یه نفر از محلش خبر داره، یعنی همون گابریل. ولی توی فیلم هیچ سابقه ای از گابریل به ما داده نمیشه به جز همون برخوردی که از قسمت اول با هانت داشته که اوایل فیلم میبینیم. حتی یه جا هم السا اینو به هانت و افراد تیمش میگه که اون مثل شبح میمونه و تنها کسیه که میتونه به کمک ماهیت از دید تمام سیستم‌های امنیتی و دوربین‌های مداربسته مخفی بمونه. البته بجز عینک عجیب و غریب هانت که توی فرودگاه یه لحظه چشمش به گابریل میخوره. حالا برای اینکه ببینیم این ماهیت چه جور قدرتایی داره یه مقدار توضیح بهتون میدم. اول اینکه همه ما الان میدونیم که تمام قدرت‌های سیاسی که توی این فیلم میبینیم مثل IMF و CIA و حتی MI6 انگلیس
میخوان که برای کنترل ماهیت هر دوتا کلید این سیستم رو پیدا کنن. مثلا از قسمت 5 یعنی فیلم روگ نیشن 2015 MI6 انگلیس السا رو فرستاد برای این کار که توی قسمت 6 هم دیدیم با ایتان همکاری میکنه و یه جور رابطه عاطفی هم بینشون برقرار شده. از اون طرف هم بیوه سفید رو داریم که از قسمت 6 یعنی فیلم فال اوت سال 2018 اومد توی مجموعه. البته مادرش توی قسمت اول این مجموعه به اسم خانم مکس میتسوپولیس با بازی ونسا ردگریو یه پیشینه به عنوان دلال اطلاعات برای شخصیت‌های فرعی اما کلیدی داستان داشت و حالا بیوه سفید هم داره همون کار مادرش رو انجام میده. همه چیز هم دلالی میکنه دیگه، از معامله بمب اتم با شخصیتی به نام سالامون به عنوان رهبر هواریون تا تسلیحات نظامی و فروش فناوری‌های هسته‌ای و اطلاعات سری که حالا توی این فیلم هم داره برای مبادله کلیدهای جفتی ماهیت با گابریل کار میکنه. برای این کارم اومده گریس رو اجیر کرده که گریس هم تا اواسط فیلم اصلا نمیدونست داره برای بیوه سفید کار میکنه. از اون طرف هم خود گابریل رو داریم که برای ماهیت مهمترین مهره است، چون از اونجا که گابریل میدونه این کلیدها برای باز کردن منبع اطلاعاتی ماهیت تمام این کارا رو انجام داده که تنها کسی که از مکان امنش خبر داره از بین ببره. حالا چجوری میخواد این کارو بکنه؟ با یه برنامه‌ریزی ساده رو در روی ایتان هانت با گابریل، به این صورت که ایده کشتن یکی از عزیزان هانت رو توی ذهن گابریل میکاره که حس انتقام رو تو وجود ایتان هانت قوی تر کنه، هانت گابریل از بین ببره و اینجوری دیگه کسی نمونه که از مختصاتش با خبر باشه. حالا این هوش مصنوعی قدرت اصلیش توی هک کردن سیستم‌های پیشرفته دفاعی و کنترل بازار سهام جهانی و کلاً هر کاریه که انسان بتونه انجام بده. برای همین هم است که توی این فیلم هر کسی رو می‌بینی یه جورایی دنبال به دست آوردن دوتا کلید با هم دیگه است. اینم یه توضیحی بود برای درک قدرت هوش مصنوعی که تو پارت دوم روز شمار مرگ قراره که کنترل کل بشریت رو به دست بگیره. در نهایت بخش آخر ویدیو هم مربوط میشه به پیشبینی مأمور بعدی که در صورت ادامه دار شدن این فرانچایز ممکنه جای هانت رو بگیره. با یه نگاه دقیق‌تر به شخصیت گریس میشه فهمید که داستان فیلم داره یه جورایی مسیر تبدیل شدن اونو به جانشین ایتان هانت میچینه. مهارت‌هایی مثل تردستی و سرقت و جیببری و سرکار گذاشتن خود هانت و فرار از موقعیت‌های خطرناک و حتی درگیر شدن تو مأموریت‌های پر ریسک، مثل زمانی که با شجاعت از سقف قطار خودش رو به اتاق کنترل میرسونه، همشون یادآور ویژگی‌های اصلی شخصیت هانت تو سالهای گذشته است. از اونورم دیالوگ‌هایی مثل آیا حاضری برای چیزی بزرگتر از خودت بجنگی و سکانسی که کتریج بهش پیشنهاد میده رسما عضو IMF بشه نشون میده که گریس نه فقط از نظر مهارت بلکه از نظر ذهنی و اخلاقی هم داره برای نقش اصلی آماده میشه، که همه اینا میتونن نشونه‌هایی باشن که احتمالاً تو قسمت آخر این مجموعه و بعد از بازنشستگی ایتان هانت گریس به عنوان مأمور مخفی بعدی معرفی بشه، البته در قالب یه تئوری احتمالی. خب دوستای عزیز، اینم یه مروری بود به نسخه پارت اول فیلم روز شمار مرگ، مأموریت غیرممکن 7. تقریبا یه ماه بعد و شاید هم یه مقدار بیشتر میتونیم این فیلمو از پلتفرم‌های اشتراکی دانلود کنیم و ازش لذت ببریم. اگه از ویدیو خوشتون اومد که لطفاً حتما لایکش رو فراموش نکنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید، تیک زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای دیگه فیلم باکس از دست ندین. از این که تا آخر ویدیو با من بودین از همتون ممنونم. دم همتون گرم و تا یه روز دیگه و یه ویدیوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.